مذهب حنفی یک جمله رو نمیابد که در آنجا نیت رو به ما ازیاد کنانند که بگوید نیت کردم روزه دارم از صبح صادق تا بگاهی من گرسنه میمونم. این چیز وجود ندارد. نیت محلش قلب شما هست. اوره به نیت روزه وجود ندارد. مثلا از خب یک نفر خست در رمضان تا بگاهی هیچ چیز نخورد برای اون که در راه بود، بعد گفت همه روزدار بودن منم روزدارم، این خیلی باشد. این وجود ندارد. باید نیت کنی و میگویند نیت وقتش بهترینش این است که شما در شب نیت کنید یا پیشا پیشی صبح، یعنی پیشا پیشی نمازی بامداد نیت کنید. مثلا پگاه رمضان است، ما امروز گفتیم من انشالله این رمضان رو همش رو روزه میدارم، این الکی نیت برای یک ماه است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است، اما بهترینش هر شب پگاه هم روزه میدارم گویا نیت میکنید.